درود خداوند بر شما بینندگان گرامی. اینک که چادری کعبه را محکم کردن، مقصد چادرش را نو کردن. حالا ما برای شما نشون میدم که چقدر چادری کعبه را نو کرده استم. اینا برادران با فضل الله بزرگ مهربان نقلی چادر هم دیدیم. رو دیده چادر کعبه را نو کرده استم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 پای سه تا 24 25 26 27 ریال 27 ریال 27 ریال 28 ریال پیچوش سانگو چندگیش ده بچه. سلام علیکم بینندگان گرامی. اینک چادری کعبه را علیش کرده است. ماه ذوالحجه یعنی که ماه حج بوچید، ماه محرم در آمد برادران عزیز. اینک ماه محرم در آمد و سال شماری مسلمانان 1446 سال بوچید، 1447 سال و سال شماری مسلمان ها در آمد. برای چی 1446 بوچید 1447 در آمد؟ از هجرت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حساب میکنن برادران. این اوجه چادر علیش کردن همین روز یکم چیسله ماه محرم است. اینا ماه هم بوچید ایسر اینا ماه میبرویه و سال شماری ماه حساب میکنن در سال شماری مسلمان. دیده برادران چادر هم علیش کردن 1447 هم در آمد. اینا به همه تو مبارک باشد.